با نزدیک شدن زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، انتقادها از آنچه که تقلب و تامین نشدن شفافیت گفته می شود نیز بیشتر می شوند. از این میان دسته انتخاباتی عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید که در حدود 12,000 صندوق رای به بازشماری خواهند رفت. این دسته انتخاباتی هشدار می دهد که در برابر تقلب ایستادگی خواهد کرد. بسیار خوبه که 300,000 رای باطله دیگه هنوز وارد دور است که باید در موردش تصمیم گرفته شود. 137,000 بالا سقفی که اعلان شده، 102,000 یا چیزی در همین حدود خارج تایمی که به کمیسیون رسیده و اینا طی چند روزی گذشته متاسفانه تصمیم گرفتن ندانستن در موردش که باید زودتر تصمیم بگیرن، چون طرز العمل در زمینه بسیار واضح است و حدود 70,000 یا چیزی در همین حدود از رعایت استاندارد تشخیص عکس تکراری و عکسی از روی عکس. در نامه 10 ماده‌ای دسته‌های انتخاباتی عبدالله، رحمت الله نبیل و گلبدین حکمتیار که به کمیسیون انتخابات فرستاده است، خواهان باطل شدن بیش از 137,000 رای قرنطین شده هستند. در این نامه آمده است که روند بازشماری آرا در حضور ناظران دسته‌های انتخاباتی انجام شوند. در همین حال برخی از دسته‌های انتخاباتی دیگر میگویند که در انتخابات روز 6 ماه میزان نظارت نهادهای ناظر بین المللی به ویژه یونما کمرنگ بوده است. واقعا اگه اینا از اون قوت نظارتی خود استفاده کنند من حیث یک ارگان بین المللی بی‌طرف میتونه جلوی بسیار کپاره بگیرن. اما حالا من فکر میکنم که بسیار ناوقت است، ناوقت به این است که تقلبات واقع شده، تخلفات واقع شده. از سوی دیگر دسته انتخاباتی آقای عبدالله میگوید که نقش ناظران بین المللی در روند بازشماری آرا باید برجسته شود. توقع داریم که حداقل در مرحله بازشماری که در مراکز ولایات هستند این نظارت هم از طرف نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات هم از طرف ناظران بین المللی خوبتر صورت بگیره. در همین حال کمیسیون انتخابات کارگری از فناوری را در این روند دستاورد برای تامین شفافیت می‌داند. کاندیدان و ناظرین هم خپل مسئولیت په خپل وخت ترسره کړي او د کار په وړاندې مانع و خنډ جوړ نشي او ځینې نور دغه ډول شرطونه هم و. کمیسیون انتخابات در اوضاع زمان اعلام نتایج نخستین انتخابات را روز 23 ماه عقرب تعیین کرده است که روند بازشماری آرا در بیش از 30 ولایت کشور هنوز آغاز نشده است.